سلام به تمام مردم تاجیکستان و خصوصا به تمام مردم تاجیکستانی که بیرون از تاجیکستان در ملک‌های غربی کار و فعالیت میکنند، خصوصا نفرانی که طریق سامانه اینترنتی یعنی که یوتیوب فیلم هدایت یعنی که مولای زمانوی را تماشا میکنند. از جانب شما عرض شکایت ها بسیار میشود که برای چه فیلمی الان مولای زمانوی یعنی که هدایت دیر میبراید. من در یک هفته اقلا 2 سری اگر براید بسیار خوب می شود. این فیلم از هوا به یوتیوب نمیاد که شما بشینید تماشا کنید حلاوت بره. همه این زحمت زیاد طلب میکنه. بعضی برادران مهاجر از فدراسیون رسه به استودیو کاروفیلم که استودیو ما زنگ زدن و خواهش کردن که ما میتونیم یک مبلغ برای شما پیشنهاد کنیم، شما اقلا در یک هفته اقلا 2 قسمت همین فیلم هدایت رو برای ما پیشکش کنید. اگر شما خواهید که فیلم هدایت در یک ماه 2 یا 3 قسمت نیو 8 قسمت برایت ما برای شما یک پیشنهاد داریم. چه خیلی که به شما معلوم است فیلم هدایت هر روز شنبه میبراید. وقتی که میبراید اون را در یوتیوب مخلصان فیلم هدایت تماشا میکنن. زیاده از 150 170 هزار نفر تماشا میکنن. از اما 150 200 هزار نفری که فیلم هدایت رو در سامانه اینترنتی یوتیوب تماشا میکنن، اقلا 50% آنها 40-50 روبلی در صورت حساب ما یا که در یندس کشلاک این رو بعدا به شما میگویم اگر گذرانه در یک ماه 8 قسمت فیلم هدایت را میتواند که به ایبا به اما ممنونیت تماشا میکنند. فقط در یک ماه 40 یا 50 روبل. هموطنان عزیز شما میتوانید که در سامانه من یعنی که تشریف خلیل وارد شوید. اگر با پیشنهاد ما راضی باشید در زیر همین ویدیو لایک رو زیر کنید. اگر راضی نباشید دیسلایک رو زیر کنید. ما می‌فرستم ما بفهمیم که شما راضی هستید یا نه. اگر زیاده از 40 یا 50 هزار لایک شود این اقدام را ما براه می‌کنیم. خب هموطنان بیرون از وطن جای شما در تاجیکستان و در دل ما خالص، همیشه خداوند نگهبانتون باشه، تنتون بیدار باشه، هر کجایی که باشیم پروردگار همیشه نگهبانتون باشه. خب راضی یا راضی نبودن شما را در زیر همین نوار ما میبینیم و خلاصه میبرونیم. بعدا نوار نواتی رو برای شما با پیشکش میکنیم. خلاصی گپ در یک ماه 8 قسمت فیلم هدایت برآمدن از شما وابستگی دارد.